تشکر آقای رحیمی از اینکه حاضر شدین با ما صحبت بکنین. میخواستم توضیحات بدین در رابطه با ادعای از اینکه گویا کسی که از جانب ستاد شما معرفی شده بود در هیئت تکنیکی برای تفتیش آرا یک شهروند بریتانیایی بوده که اجازه نامه چیزی در اختیار نداشته. میخواستم در مورد توضیح بدین. یکی از شهروندای امریکا، نه بریتانیا، با ستاد ما همکاری دارن. نام این همکار شما که شما گفتین شهروند امریکایی میتونین بگوین؟ نامشان تیم شرک است و اونطوری که تذکر دادم متخصص حوزه انتخاباتی هستند و در کشورهای مختلف هم در این حوزه ها کار کردن و شان در حوزه انتخابات و نظارت و ارزیابی تقلب در گذشته هم تجربه داشتن و ستاد ما را هم همکاری میکنن. اونا کابل تشریف داشتن و در همین حوزه با بخش ستاد انتخاباتی ما همکاری داشتن. ما از کمیسیون انتخابات خارجی شده بودیم که بهشون کارت نظارت بدیم تا همراه تیم تکنیکی ما اونجا در بخش نظارت هم حضور پیدا بکنن، مشورای لازمه بدن. روزی که این حادثه اتفاق افتاد قرار بود که اینا برن و کارت نظارت خود از کمیسیون تسلیم شوند. وقتی که کمیسیون رسیدن که کارت بگیرن، مسئول توزیع کارت به هر دلیلی حاضر نبودن و بعد از اون این حادثه رخ داد و متاسفانه تیم رقیب ما یک داستان تبلیغاتی در سطح رسانه‌های داخلی و بین المللی ساختن. یعنی اینا تنها مشاور شما، تنها شهروند خارجی است که همراه شما کار میکنن؟ بله، در حوزه انتخاباتشون تنها کسی هستم که نام آمدن و در این بخش با ستاد ما همکاری دارم. آیا گفتم میتونین که در بدل چی دستمزد اونا از طرف شما استخدام شدن؟ مثلا میکنم این بحثای قرارداد و کار این چیزا حوزه‌های خصوصی افراد است که بحث کردن در موردشون لازم نیست، ولی در افغانستان هم شرکت‌های خصوصی هم ستادها و نهادهای مختلف معمولا مشاورین و آدمای متخصص از بیرون کشور استخدام کردن و این یک بحث بسیار عادی است در سطح دولت و همچنان در سکتور خصوصی. و افغانستان شما توجه دارین که متخصصین حوزه انتخاباتی و شناسایی تقلب معدود و انگشت شمار هستند و هدفی بوده که از تجربه و مهندختای دوست درسی بازشناسی و تفتیش آرا و تقلب اینا استفاده صورت بگیره. به نظر شما آیا وظیفه این همکار شما را هیچ افغان نمیتونست از عهدهش برای اجرا بکنه؟ طبیعتا شاید بتونه. این بحث بیتونسته که یک کار دیگه یک نفر شما استخدام بکنین در داخل کشور هیچ کسی نتونه او را انجام بده. شاید کسایی باشن که کار انجام بدن، ولی طبیعتا در حوزه‌ای که ما دسترسی داریم تا جایی که معلومات داشتیم، ایشان به عنوان یک متخصصی که در چند کشور دیگه هم کار کردن مورد نیاز و ضرورت بود که از تجربه و اندوختهایشان اینجا استفاده بگیرن و آمدن با ما همکاری. معمول چگونه است؟ آیا این ناظرها کاملا بی‌طرف هستند و از طرف مثلا کمیسیون مستقل انتخابات و یا نهاد و ارگان دیگه معرفی میشن یا ای که ستادهای انتخاباتی اینا را معرفی میکنن؟ بحث اینجا متفاوت است. ما یک ناظرای بین المللی داریم که از طرف سازمان ملل یا نهادهای دیگه معرفی میشن یا نهادهایی که از انتخابات نظارت میکنن. طبعا شما در جریان هستین که در این دور تفتیش نهادهای جامعه بین المللی، ناظران بین المللی و همچنان ناظران نهادهای داخلی در پهلوی ناظران هر دو ستاد میتونن که شرکت بکنن. رسانه‌ها هم میتونن، نهادهای جامعه مدنی هم که روند از نزدیک مشاهده بکنن. این ناظری به خصوصی که شما در موردش صحبت میکنین، اینا از طرف ما خواسته شدن و با ما همکاری میکنن. ما برایشان تقاضا کرده بودیم که کارت نظارت و ورود از طرف کمیسیون داده شود. اینا به عنوان مشاور و همکار ما در افغانستان حضور دارن و از خواستن دیدن. اینا قبلا هم با ستاد شما همکاری داشتن؟ بله، اینا به دعوت ستاد ما وارد کابل شدن، با بخش ستاد انتخاباتی ما همکاری دارن و از آدرس ما اونجا رفته بودن و قرار بود که کارت خود تحویل بگیرن. حالا هم در صدد ایستیم که روند گرفتن کارتش تکمیل شد و بتونه به کار عادیش ادامه. آیا داشتن همکارا و یا مشاورین خارجی، شهروندای خارجی در ستادهای انتخاباتی مجاز هست؟ از نگاه قانونی نه در قانون افغانستان نه در قوانین دیگه کشورها کدام اشکال وجود نداره و خارجی‌ها در افغانستان در
تمام عرصه ها حضور بسیار پررنگ دارند، به خصوص در مدیریت انتخابات و سکتورهای امنیتی و حتی در وزارتخانه‌های مختلف، و داشتن مشاورین که اینا از سکتورهای خصوصی یا از به عنوان متخصصین وارد میشن، طبعا در ستادهای مختلف حضور داشتن، حضور دارن و اشکال قانونی نداشت. فرد مورد نظر ما شما که در موردش صحبت میکنیم، آیا عضو تیم تکنیکی شماست و یا مشاور و ناظر؟ ایشان همکار و مشاور بخش ستاد انتخاباتی ما در حوزه انتخاباتی تخصص دارن و خواهش و تقاضای ما بود که تیم ناظر ما را هم در درون کمیسیون که مسئول تفتیش هستن همکاری بکنن و در اونجا حضور پیدا بکنن.